از یکم ماه سال 2024 تاجیکستان برای شهروندان باز 25 کشور به صورت یک طرفه نظام بدون روادید جاری کرد. اکنون شهروندان این 25 کشور می توانند تا 30 روز بدون ویزا از تاجیکستان دیدن کنند. تا کنون شهروندان 52 کشور چنین امتیاز داشتند و اکنون شماره کشورهایی که برای سفر شهروندانشان به تاجیکستان ویزا طلب کردن نمی شود به 77 کشور رسید. در این باره شام 30 اپریل سال 2024 سامانه رسمی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد. در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 28 مارس سال 2024 تحت رقم 190 25 کشور به نامگوی دولت‌های خارجی که نسبت شهروندان آنها نظام بی‌روادید یک طرفه به جمهوری تاجیکستان وارد شدند بود و باش و جمهوری تاجیکستان برآمدن به مدت 30 روز جاری کرده شده است. گفته می شود در اطلاعیه وزارت در بین این 25 کشوری که شهروندانشان از یکم ماه سال 2024 می توانند بدون ویزا به تاجیکستان بیایند از جمله مکزیک، واتیکان، چرنگوریا، بوسنیا، اندورا، اومان، مالتا، مغولستان، اسلواکیا، اسلوونیا، سان مارینو، همچنین کشورهای ناآشنای چون فدراسیای سنت کیتس و سنت لوسیا، جزیره های سلیمان هستند. به شهروندان فلسطین که شناسنامه های دیپلماتی یا خدمتی دارند نیز حق سفر بدون روادید به تاجیکستان داده شد. با قرار حکومت تاجیکستان از یکم ماه سال 2024 همچنین به شهروندان سنشان از 55 بالای 16 کشور از جمله آلبانیا، الجزایر، مراکش، تونس، نیکاراگوئه، ماداگاسکار، ویتنام و به شهروندان از 55 ساله بالای خطای حق تا 14 روز بدون ویزا سفر کردن به تاجیکستان داده شد. با قرار حکومت تاجیکستان از 28 مارس سال 2024 با 14 کشور از جمله سودان، فلسطین، هایتی، اوگاندا به نامگوی دولت‌های خارجی که شهروندانشان با ترتیب ساده گرفتن روادید جمهوری تاجیکستان دارند وارد شدند. وزارت خارجه تاجیکستان توضیح داده است که شهروندان دولت‌های مذکور به جمهوری تاجیکستان به مدت زیاده از 14 و یا 30 روز به مقصد کاری، تحصیل، استقامت دائمی و یا دیگر مقصد غیر سیاحی وارد می‌گردند. عهده دارند که قبل از سفر به تاجیکستان روادید به مقصد بود و باششان موافق را به رسمیت درآورند. سال 2022 تاجیکستان به خاطر جلب سیاحان و سرمایه گذاران برای شهروندان 52 کشور از جمله برای شهروندان امریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، بلژیم، ارژانتین نظام بدون روادید جاری کرده بود. به نوبت خود بنا به معلومات پایگاه ویزا ایندکس شهروندان تاجیکستان نیز برای سفر با امتیاز به 59 کشور دنیا حق دارند. شهروندان تاجیکستان همچنین در 33 کشور جهان می توانند ویزا را در فرودگاه‌ها یا گذرگاه‌های مرزی این کشور به دست بیارند. شهروندان تاجیکستان همچنین به 3 کشور کنیا، سریلانکا و پاکستان می توانند با دریافت ویزای الکترونی سفر کنند.